ترس هیولای درون ماست. همه ما ترس رو تجربه می‌کنیم. ترس از شکست، ترس از قضاوت، ترس از آینده. این ترس‌ها گاهی اوقات اونقدر بزرگ میشن که ما رو از حرکت باز می‌دارن. اما می‌دونستین که ترس احساس طبیعیه و همه آدم‌ها رو تجربه می‌کنن؟ مهم اینه که چطوری با این احساس روبرو بشیم. ترس دروازه به رشده. اون در واقع یه مکانیزم دفاعیه که بدن ما رو برای محافظت از خودش فعال میکنه. اما اگه اجازه بدیم که این احساس بر ما غلبه کنه، مانع از رشد و پیشرفت ما میشه. در واقع ترس میتونه دروازه به سوی فرصت‌های جدید باشه. زمانی که از ترس‌های خود عبور میکنیم، به توانایی‌ها و پتانسیل‌های خودمون پی میبریم. حالا چطوری باید به ترسمون غلبه کنیم؟ اولین قدم برای غلبه به ترس شناخت اونه. به این سوال جواب بدیم که از چی می‌ترسین؟ ترس‌های شما چه شکلی هن و چه احساسی رو تو شما ایجاد می‌کنن؟ ترس خودتون رو به چالش بکشین. ترس‌های شما واقعاً منطقی هن؟ شواهدی برای اثبات اونا وجود داره؟ از منطقه امن خودت خارج شد. این مهمترین گزینه است. منطقه امن جاییه که توی اون احساس راحتی می‌کنی. اما برای رشد باید گاهی اوقات از این منطقه خارج بشیم و خودمون رو تو معرض چالش‌ها قرار بدیم. به خودت باور داشته باش. تو قوی‌تر از اونی هستی که فکر می‌کنی. به توانایی‌های خودت ایمان داشته باش و به خودت بگو که میتونی از پس هر کاری بر بیای. از بقیه کمک بگیر، از دوستات، خانواده‌ات یا یه مشاور. صحبت کردن با دیگران درباره ترس‌هات میتونه خیلی مفید باشه. هر موفقیت کوچیکی که برات پیش اومد، یه قدمیه که تو رو به سمت هدفت داره میکشونه. این موفقیت کوچیک رو جشن بگیر. این کار بهت انگیزه میده تا پیش بری و دست از تلاش بر نداری. یادت نره که ترس پایان راهت نیست و یک فرصت برای رشد و یادگیریه. با قبول کردن ترس‌های خودت و تلاش برای غلبه به اونا میتونی یه فرد قوی‌تر و موفق‌تر از قبلت باشی. پس از این لحظه تصمیم بگیر که اجازه ندی ترس مانع پیشرفتت بشه. به سوی رویاهات حرکت کن و از زندگیت لذت ببر. حالا آماده‌ای که ترس خودتو پشت سر بذاری؟ تو کامنت ها برام بنویس و یادت نره که حتما چنل منو سابسکرایب کنی.